شاعری میگوید گر نداری پول دوستان میروند، نزد مردم چون قلندر میشوی، این همه آبروی تو از پشت پول که شد بی قدر چون سگ میشوی. واقعا این پول است که بین برادر و دادر دشمنی انداخت. این پول است که بین شوهر و همسر دشمنی انداخت. این پول است که بین دوستان بدبینی انداخت. دوستان من، پیش از آن که پس از مردن در حق یک دوست یا برادر سخنهایی والا مقام زدن، در وقت زندگیش به قدر همدیگر رسین، چون که پس از مردن هر یک سخن ما و شما هیچ معنا و هیچ مقامی ندارد. الله تعالی بین همه ما و شما پیش از همه مهر و محبت انسانی و برادری را مستحکم کند. و السلام علیکم و رحمت الله.